کار من کاملا خشک شد. روی قسمت های دیگه شروع میکنم اینو یه مقدار سنباده میزنم، جاهایش که ناصافه صاف بشه. میام یه مقدار رنگ اکریلیک مشکی رو داخل یه ظرفی یا حالا هر چیزی پالت میریزم. گفتیم که حلال رنگ اکریلیک آبه. با یک مقدار آبم رقیقش میکنم. یه مقدار آب میریزم توش. اگر رقیقش نکنیم رد قلممون میمونه، ولی اینا یه مقدار رقیق میکنیم، میذاریم رنگ میزنیم یه دور خشک بشه، اگه لازم بود دوباره میزنیم. اگرم بخواید خیلی با کیفیت باشه میتونید از اسپریای دوپلیکارر استفاده بکنید، حالا یا هر نوع اسپری دیگه‌ای که دوست داشتید که خیلی صاف و یه دست بشه. من سعی میکنم هم با رنگ اکریلیک بزنم هم اسپری رو بزنم که شما همش رو ببینید. فقط باید بذارید کارتون کاملا خشک بشه این تکسچرایی که زدید، وگرنه چون این اکریلیک بیسش آبه و آب داره باعث میشه که اینا توش نرم بشه و حل بشه، کنده بشه. حتما 2-3 روز بذارید بمونه. من از اینجا یه مقدار سرعت ویدیو رو زیاد کردم تا شما بتونید سریعتر مراحل انجام کار رو ببینید. تمام سطح رو و دیوارای جعبمون رو رنگ اکریلیک مشکی میزنیم. دقت کنید که شره نداشته باشه، نریزه ازش و رد قلم هم باقی نمونه. صفحه انتهای جعبه رو که جعبه دستمال کاغذی هست اون رو هم رنگ زدم به مشکی و ثبت میکنم تا کاملا خشک بشه تا باقی مراحلش رو انجام بدم. کاملا خشک شد و حالا میخوام یه دورم با اسپری دوپلیکالر بزنم که سریع خشکه. با اسپریای بیس روغنم میتونید رنگ کنید، فقط یه خورده طول میکشه. کامل باید تکون بدیم. این کار رو میتونیم تو 2 مرحله انجام بدیم و کارمون که الان خوش شد میتونیم یه دور سنباده خیلی نرم روش بزنیم، بعد مجدد اسپری کنیم. کار من تقریبا خوش شد. میخوام که یه دور دیگه اینو رنگ بزنم، ولی قبلش یکم با سنباده که استفاده میکنم 220 میزنم که ضدیاش بره. یک بار دیگه میتونم اسپری رو این بزنم تا کاملا پوشش پیدا کنه.
این بار که کارم خشک شد دیگه یه اسپری کیلر فقط روش میزنم و بعد میریم کار نهاییمون رو انجام میدیم. توجه داشته باشین چون من کارمو قبلا مشکی زدم با حداقل مقدار رنگ اسپری میتونم اینو پوشش بدم. وقتی که کارم خوش شد اسپریم طبق آموزشی که برای ساخت رنگ فلزی داشتیم رنگ فلزی رو میسازیم. من از اینجا از رزین سنگ دارم استفاده میکنم. مقدار خیلی کمی میزنم رزینمو و از رنگ فلزی طلایی به این کارم میزنم. یادتون باشه که وقتی از رزین سنگ استفاده میکنید حتما حلالش تینر فوری الکل نزنید چون حالت بریده پیدا میکنه. فندک هم به هیچ عنوان نگیرید. میتونید به جای رزین سنگ از خود ترکیب رزین هاردنر هم استفاده کنید. من برای این کارم نمیخوام خیلی رقیق بشه. خب رنگ طلاییمون آماده شد. خیلی با دقت روی این لبه های برجسته کارم میزنم. دوربین رو بیارم زوم کنم که شما بهتر ببینید. اگر این طلایی به سمت داخل رفت اشکال نداره ولی بیرونش رو نگیره. اینایی که به اینجا خورده میشه اشکال نداره روش پوشونده میشه ولی خارج از این خطوط نره. در ویدیوی اصلی این قسمت ها موزیک گذاشتم ولی خب به دلیل کپی رایتی که یوتیوب داره مجبور شدم که موزیک ها رو حذف کنم و حالا خودم صحبت کردم که خیلی خالی نباشه. ادامه آموزش رو ببینید و انشالله که براتون مفید باشه. خب شاید به نظرتون بیاد رنگای مشکی یکیه، مشکیه دیگه، ولی رنگای مشکی با هم تیره و روشنشون و حتی درجه بور بودنشون با هم فرق داره. چون ما لایه آخر این کارو اسپری زدیم میام بازم از همین اسپری مشکی یکم داخل یه لیوان میزنم و با قلمو همین رنگ اسپری رو جاهایی که رنگ طلاییم زده بیرون پر میکنم، تمیزکاری انجام میدم. فقط جاهایی که بیرون زده، اونایی که داخلشه خیلی کاریش نداریم. لیوانی هم که میبینید من این لیوان رو قبلا توش رزین درست کردم، خوش شده و بسیار مناسبه برای اینجور کارا چون کاغذش این رنگا رو به خودش نمیکشه. اگر راهی رو میشناسید برای اینکه موزیک بتونم بذارم رو ویدیوها و کپی رایت نخوره لطفاً توی کامنت ها برام بنویسید. من چند مدل موزیک گذاشتم ولی خب همش بسته شد. ممنون میشم که راهنمایی بکنید تا بتونم ویدیوهای بهتری براتون آماده بکنم. ادامه ویدیو رو ببینیم با هم و انجام بدیم. زمانی که کارمون خوش شد روی اونو یه دور اسپری کیلر میزنیم. من کیلر براق گلاسی کیلر و اگر دوست داشتید میتونید مات بزنید.